این هفته خبر تو خبر داره براتون از وزش بادهای جهانی که عمامه آخوندا رو پریشون کرده و دوریالی همشون رو انداخته که این تو بمیری اون تو بمیری نیست و یه چیزی ورق خورده. صبح بلند میشی روسیه حمله کرده به سوریه، من چی کار کنم؟ یه دفعه ورق عوض شد. یه دفعه یه آقای میاد به نام رئیس جمهور تو آمریکا که اصلا ورق عوض میکنه. بله اینطور که پیداست کروزهای شلیک شده به نیروی هوایی بشار اسد حسابی چرت آخوندا رو پاره کرده. اینجاست که طبق معمول آخوندا به تته پته میافتن و ماستا رو کیسه میکنن. البته در خود سوریه باید اصلاحاتی صورت بگیره در حکومت سوریه. این همطوری که ما میگیم تنها راه حل صندوق رأیه، این صندوق رأی فقط برای تهران و اصفهان و ایران توصیه نمی کنیم. انشالله امیدواریم در نهایت اصلاحاتی هم در سوریه تحقق پیدا کنه که ضرورت داره حتما. یکی نیست بگه ارسال سلاح و مهمات و فرستادن گله‌های پاسدار به سوریه رو باور کنید یا این نسخه پیچیدناتون برای اصلاحات تو سوریه رو، مثل این طرف که داره قفل ماشین رو باز میکنه اما خودتون ببینید. درست تو چنین شرایطیه که پیچ و مهره پاسدارا شل میشه و عظما آچار به دست میفته به جون پاسدارای ریزشیش. ایشان تقویت روحیه نیروهای مسلح را وظیفه دیگر فرماندهان ارشد خواندند و با اشاره به برنامه دشمن برای تضعیف روحیه مسئولان، مردم و نیروهای مسلح افزودند. دشمن تلاش می‌کند با استفاده از تاکتیک‌های جنگ روانی در مسئولان ضعف و تزلزل ایجاد و احساس نمی‌شود و نمی‌توانیم را در آنها القا کند. خلاصه این که پاسدارای خامنه‌ای این روزها حسابی از نفس افتادن و یکی باید با کاردک جمعشون کنه. خدا بس دیگه، ما خسته شدیم دیگه. پاسدار قاسم سلیمانی هم که خوب میدونه کار بشار تمومه و شانسی برای سوریه خوری ندارن، به تکرار روزه های بسیجی خرکن رو آورده تا به اسم دفاع از حرم برای دفاع از بشار نیرو جمع کنه. والله اگر سوریه به دست اینها ساقط شود، همانطوری که سامرا را با بم منفجر کردن همه مقدسات شیعه را نابود می‌کنند. دفاع از حرم زینب، دفاع از حرم امام رضا در ایران هست. امام فرمودند اگر شما در مقابل دین ما بایستید، ما با همه قدرتمون در مقابل دنیای شما میایستیم. بابا دوره این ادا و اطوارا گذشته، اولش این فیگورا رو میگیرن اما تهش از جاهای دیگه سر در بیارن. نشان ویژه قمپوز سال رو باید بدن به عظمای طلسم شکسته که میخواد با این افه ها تنور انتخاباتش رو گرم کنه. بنده در انتخابات ها دخالت نمی کنم. هیچ وقت به مردم نگفتم و نمیگم این کس رو انتخاب کنید اون کس رو انتخاب نکنید. یک جا فقط بنده دخالت میکنم و اونجایی است که کسانی بخوان در مقابل رأی مردم و انتخاب مردم بایستند و مزاحمت در مقابل رأی مردم رو بشکنن. عظما فکر کرده تو سال خروس میتونه عرابه زوار در رفته نظامش رو به جایی برسونه. تو رژیمی که ولی فقیهش اینجوری تو کار تولید چاخانه، خب رئیس جمهورش هم این میشه دیگه. من دقیقا میدونم چی گفتم. من گفتم دولتی هستم که
در برنامه 100 روزه هم پایان 100 روز اعلام میکنم من چیکار کردم. من که نگفتم در 100 روز حل میکنم. مگه یه آدمی که عقل نداشته باشه حرف بزنه؟ مگه میشه مشکلات رو در 100 روز حل کرد؟ مگه میشه در 40 سال حل کرد؟ 40 سال شما هم درست نیست. این شیخ فری یادش رفته که وقتی داشت اون خالی رو میبست دوربین اختراع شده بود و همه حرفاش رو ثبت کرده. بفرمایید اینم از سندش. برنامه کوتاه مدت 1 ماهه و 100 روزه وجود دارد. ما می توانیم در یک زمان کوتاه تحول اقتصادی در کشور به وجود آوریم و در اون تحول اقتصادی بتوانیم با ایجاد یک دوره تنفس به کارخانه ها و مراکز تولیدی که امروز مشکل دارند مشکلات اونها را در اون مدت کوتاه حل و فصل کنیم. حکایت خالیبندی سنگین شیخ فری حکایت اونیه که میخواست تاپ بخوره اما قبلش وزن خودش رو نسنجیده بود. این وسط عنتری نژاد و رفقاش هم مشغول جست و خیزای انتخاباتی هستند و بازار خرید کردنشون هم حسابی داغن. ولی من به عنوان یه جوونی که بهترین دوران زندگیمو در دولت شما گذروندم واقعا زندگی ما رو شما نابود کردید. خیلی ممنون. این مموتی کنفرانس مطبوعاتی گذاشته بود که تبلیغ انتخاباتی بکنه و رقباش رو بتارونه اما قضیه عکس شد و خودش کله شد. این مشایم که اولش خودش رو درخت جا زده بود وقتی در برابر سوال خبرنگاری قرار گرفت یهو درخت و بهار و این حرفا رو یادش رفت و افتاد به پاچه‌گیری. زشته سوال این اصلا این سوال خبرنگاره. شما نمیدونید من این همه سوال وجود داره. خب سوال من این اجالت میکشم مثلا. خب سوال من اینه سوال من اینه شما باید نه چی میگه زیر نه که کار بگذارم ما نمی‌پرسیم دیگه چی داریم دعا می‌کنیم بیت می‌کنیم. خب به شما ربطی نداره ولی نمی‌خوام دیگه برای اینکه از این ادبیات خجالت بکشید. خلاصه این که ابو طیاره سه چرخ عنتری نژاد همینطوری داره تو جاده انتخابات میره و از همین حالا هم معلومه که به زودی چپ میکنه. ظاهراً حاجی خاطره جای خودش رو به این دلقک خمینی داده چون چپ میره راست میاد واسه امامش خاطره بافی میکنه. امام اومد نماز بخونه توی سالون جمعیت هم نشسته بودن منتظر امام بودن. امام پشت در اومدید خیلی کفشه یه نگاه به کفشه که گفت بگید فرادا بخونن. من نماز جماعت نمیخونم. گفتن چرا؟ گفت من خواستم بیام جماعت کنم باید پام بزنم به کفش مردم. این حق الناسه. این هم یه نمونه از شاهکارهای مهندسی که بیلبورد متحرک رو جایی گذاشتن که اصلا نمیتونه بچرخه. الله اکبر الله اکبر. پرت و پلاگویی تو تیوی ریش همچنان ادامه داره و هر بار چشمه‌های جدیدی رو میشه. شما ببینید این موبایل رو بیارم بیرون. این موبایل رو میبینید انصافا معجزه میکنه. درست. توی این فلز به کار رفته، شیشه به کار، پلاستیک و خیلی چیزا دیگه. بله. بعضی هم ممکنه اصلا تصویرم بده. خیلیه. میدونید چی بوده؟ سابقش میدونید چیه؟ خاک. رفتن از این کوه یه مقدار خاک رو کردن، خاک ها رو آوردن، بلا بر سرش آوردن. لیبلوکم. یبلو معنی بلا بر سر آوردنه. درسته. بلا بر سرش آوردن، شکوندن، خودیتش خراب کردن، ذوب کردن، یه عالم روش کار کردن شده اتومبیل. خدا پدر این اتومبیل را رحمت کنه. تو این برنامه تیویریش هم قرار بود راجع به مشکلات اقتصادی صحبت بشه اما کار بیخ پیدا کرد و زدن جوادی آملی رو دراز کردن.
آقای دکتر کهندل میگه فلان شخصیت دینی میاد درباره اقتصاد نظر میده. این هم یه مشکل اقتصاد ماست. ایشون باید در دین نظر بده. ببخشید من این یک نکته صریح و روشن. یه پزشک باید تو پزشکی بکنه، یه معلم دینی باید دینی درس بده، یه معلم اقتصاد باید اقتصاد درس بده. اگه من رفتم فتوای شرعی دادم باید جلو منو بگیرن. ببخشید. اینم یه پاسخ به حسن آیت الله جوادی آملی بود که ایشون حق نداره دخالت بکنه و حق نداره راجع به مسائل پولی و بانکی کشور مطالبی عنوان بکنه. تیویریش میخواست با این برنامه اقتصاد مقاومتی رو تبلیغ کنه، اما سوتی بازار از آب در اومد. در انتها توجه شما را به یک دوربین مخفی متفاوت جلب می‌کنیم. یک گریم باورپذیر و بعد هم سر کار گذاشتن کلی ورزشکار و تماشاچی. All right, showtime. Oh, wow. Very impressive, very impressive. How are we doing? Good, sir. Young man, what supplements do you take? I love my creatine. It's really good You know stuff. what I use? What do you use, man? Prune juice. Need to warm up. How are you doing? You mind if I try this? Love it. Come on, please. Okay, almost there. Yeah, I think so. I think I got it. Hey, don't hurt yourself, man. It's called a deadlift. You want to wear a belt, man? Come on, man, bust it out. Let's see if I remember. You're pretty strong, man. How old are you? 84. Wow. Oh yeah, that feels really good. Oh, Man, mind if I hop in for a little warm up? of course, young man, of course. What do you say we step it up a little? All right. You pick the weight. Are you ready? Oh, you're talking my language now. Let's put those 45s on. Oh. Okay.